خوش آمدی من خودت که خواهری قیامتی منو به حساب میروی ما خدا نیستیم ما اکا و خواهریم دیگه سودی تینجی دیگه چی گپو اینو چی شده؟ آخی راستی گپ چیکار کنم نمیدونم آخی اینمی پیش خطونه که قده که اکا مسئولیت کنی آمدم آخی هم دختر تان کلین کلونی مای دوستش میدارم جانم در روی هم سه نویره حق مای نه که همین این اولی ساله ششم باره قر کرده اومدیست یه روشم بیوی نمیدونم چی کار دختری به عقله آخی قمسوه چی میگه خیش تورو چی میگن آخی بخدوی همین را فقط فکر میکنم پیش نظرم با رحمتی و چشت اما اویله شما پیش نظر میایی هم قدر خوبی بدیم که زنک خوبی بدیم او بایه کودکاشون هم قدوست میدارن هم بچم هم کیلن جانشون داری کودک هم قناسی میبینم که اگه شما هم با نیت قدشوی خونه ما آمده بودن یک گپ خوب گفته بودی که خمیرم باش دختر پوش گفته بودی با همین نیت آمدی خونه جانش داری کودکاشه نغزی میبینه که اخی خودشم بچم هم خونم نبیر آمدش میدارم اخی حیف نکنیم من بی جوانو را میگم یک نصیحت کنیم یه راه شبیویم باش هم در جهان دیده تر اینه که با تجربه زندگی تان زیادتره اخی التماستم نکنه یک فکر همی را کنیم اخی خدا نمیدونم چی کنم پیش کی برم پیش کی مسئلت کنم نمیدونم یه مسئلت دارم همین دختر که اومد حالی میگوی اومد من یک کمتر گیزلگی میکنم و قهر میکنم و اکد با یک گپ میکنم همو گپی مرا خودت آبمیتی راضی میشه انشالله کار نول علا نول میشه کار حل میشه فهمیدی؟ الان میخوام مالش چی کاری میکنیم بکنین همین یک کاری کنیم که زندگیشون خوب شوه برای ما دیگه هیچی در کار نیست همین خارج دارم هیچی در کار نیست این اخجامه السلام علیکم ما آمدیم بین بیا که دختره که بیا السلام علیکم بابا را پیش بابا جانش السلام علیکم نغزی سوزی داری نبیره صدقه سوزی تینجی چو کده اومدیم بابا ای بیا لشه جونی بیا بچه شیرینی می نبیره که خدایی بخدای خیلی نبیروی خسلی آزوده داریم که و گفتی ماما چم خسلوه ای خسلو بگوی همه ما خسلویم تم خسلو چاییم هم خسلو چاییم همه ما نمیخیلیم خیلی جمع نداره هیچ کم اومدی نغز اومدی خیلی اومدی برا بچه برا جای قبولش کرد بدا داری بچه جونی بچه خوبی هست که حالی جیوچکت میخره بخیالی جیوچکت نمیکنم زندگی تمام دیگر مرا نصیحت وصیت نکنید تمام اینا کودکو من گرفتم اومدم کله واز میشال خیگه پا نگو یک دو روز نبیرو قطعی من میستن کودکات واز میشال خیگه پا نگو نه یکم کودک من نمیتم قطعی خودم میستم ما دیگر با شوهرم زندگی نمیکنم بسیار نه قهر کرده اومده باشی بسیار نه که ما پدریم قبول میکنیم زندگی نمیکنی خواهی شوهرت اختیارت زندگی نکنی اختیار نکادی هر قرکده اومدنم راستی گپ ای بای گفتی گپ پای مردم حاضر اندیشه کردم فکر کردم که خیلی میکنیم ما یه شرط دارم ما تنها همین دختر ما به همین قدا داده بودم شکنده طاقت داده بودم حاضی خانه ما گشته که آوردنت خطا طاق آمده ای خانه ما خلاصه خطا طاقت قبول میکنم با این کودک ما کار ندارم فهمیدی؟ بگی قدای جو کجان داره بگی بر این نویس های خطا مالش قده این هم خیلی شرطه اگر ها بگن دیگه تموم یا این طرف یا طرف این هم خیلی آخی نبیراتو نکو تمام و سلام من خطا گشته قبول میکنم نه که انای نبیراده من کار ندارم فهمیدی؟ کارشون ندارم بگی برشون بگی من همش فهمیدم قده همش فهمو قده جان مالش خوب داری نویرو مرا بخشه یا درست قطعی مامتون میسی نه؟ میسی قطعی مامت نمیره خونه ایمو خونه اکتون بریم مالش خوب خیر نباشه ایلی شیر جونه که مردم شم قیادش کده کی اینجا دختر جان یا درست فکرات پریشونه خود به خودت گپ بزنی؟ اینجا باشه یک چی باید آمد شما
همین قطعی خدا رحمتی و چند بسیار ضرب المثل و مقاله خلقی را میگفتین. یک تایمو باید ماما. راست او چه تیه خزینه تا تیار بود. خیر کدام ضرب المثل و مقاله خلقی و چت به یادت آمدی تبا؟ او درباره زن شو میگفت کو؟ به یادم اومد. خانه شوهره دارد، اره 6 پره دارد. امین؟ اینه دیگرش بود کو؟ خیر با رحمتی و چه در نیاره میگفت زن شوهر جفتی گو یکی مرد دریا زن گیردو. باز یک دیگه شم درم است قهر زن تا خوش شدنی دوکه بانی قبله زن شوهر. راست با یک گپ دیگر هم داشت و چه با یادم ناومد. با جنگ زن شو سنجک در خانه خندی دست میگو. خیر بچم ایمی گپات همه خیلی خلاصه میرارم که ای کردگی پشیمانی. راست شب بگم با گفتی خدا رحمتی و چم تلخ باشه شور باشه خانه شو باشه میگم برا بچم فقط وزد میشه بچم خسلات نگه. برا بچم خوشبخت برا امنالت برا مالش تیز برا.